وقتی همه فکر کردن بازی تموم شده، وقتی همه تصور کردن شیطان پیروز شده، وقتی همه نگاهشون به چهره ناامید اون انسان مقابل شیطان بود، اون استاد بزرگ شطرنج که بهتون گفتم یه چیز دیگه دید. او دید که هنوز یک مهره تعیین کننده روی صفحه شطرنج وجود داره. شاه هنوز یک حرکت داره و همون حرکت میتونه تمام محاسبات بازی رو تغییر. ما این مسیر رو بدون دلیل که شروع نکردیم. ما پشت یک جریان بیریشه که نایستادیم. ما پشت میراثی ایستادیم که بخشی از تاریخ معاصر ایرانه. آیا او گفته بازی تموم شده؟ آیا او گفته دیگه راهی باقی نمونده؟ نه. ایشون گفتن این مسیر ادامه داره. چرا باید صفحه رو ترک کنن؟ چرا باید همون چیزی رو باور کنن که طرف مقابل شیطان حال حاضر میخواد ما باور کنیم؟ در شطرنج بدون شک سربازها مهم هستن، اما سرباز بدون هماهنگی با مسیر بازی، بدون نگاه کردن به جایگاه شاه، نمیتونه بازی رو ببره به هیچ وجه. و امروز وظیفه ما همینه، نه اینکه احساسی تصمیم بگیریم، نه اینکه هر روز با بالا پایین شدن خبرها امیدوار بشیم یا امیدمون از دست بدیم، نه اینکه وقتی حرکت بعدی رو نمیدونیم فکر کنیم حرکتی وجود نداره. گاهی در شطرنج که به سیاست بسیار نزدیکتر از ورق و پاستور و تخت نرد هست، مهمترین حرکت ها قبل از انجام شدن